پیشرفت ما، ارتقای ما وابسته به عدالت است. عدالت محور جامعه اسلامی و آرمان بلند انبیاء الهی است. عدالت سخت‌ترین مرحله برپایی حکومت توحیدی است. عدالت اونقدر مشکل است که انسان برای تحقق اون بسیاری از اوقات باید حتی به برادر، به بستگان، به دوستان، به همکاران و همرزمان خود هم نبگوید و در مقابل خواسته های زیادی اونها بایستد. گام اول در اجرای عدالت یا جلوگیری از زیادخواری ها و زیادخواهی هاست. متاسفانه تحت عناوین گوناگون عده‌ای چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصه اقتصادی برای خود حقوق ویژه قائل شدند. به شما بگویم عده‌ای هستند عادت کردند با یک تلفن 1000 میلیارد تومان وام ارزان بدون زبان از کیسه ملت بردارند. امروز وقتی دولت جلوی اونها می ایستد میگویند دولت ضد بخش خصوصی است. ما ضد بخش خصوصی نیستیم، ضد بخش اختصاصی هستیم که عده‌ای همه مملکت را مال خودشان بدانند. وقتی جلوی مجوزهای انحصاری و ویژه را میگیریم میگویند مخالفت با بخش خصوصی است. در همین دماوند و در همین لواسان عده‌ای زمانی که در قدرت بودند در حالی که جوانها و فارغ التحصیلان کشاورزی دماوند حتی 1 هکتار زمین نداشتند تا کار کنند، قوت لایموت، شغل شرافتمند، عده‌ای رفتند در اونجا 30 هکتار 30 هکتار 50 هکتار 50 هکتار زمین بیت المال را مجانا برخلاف قانون گرفتند و قبل از طی مهلت‌های قانونی سند هم صادر کردند، برای خودشون ویلا ساختن که آخر هفته برن اونجا تفریح بکنن. بدانند احمدی نژاد با این اقدامات مخالف است و با فریادهای شما از صحنه خارج نخواهد شد. متاسفانه وقتی این افراد رو اعلام میکنیم اسامیشون تو روزنامه میاد، انواع گروه‌های سیاسی که به گمان من به احتمال بسیار زیاد با اینها در پیوند هستند و با اینها ارتباط دارن سر صداهاشون در میاد و صدها مقاله علیه برخورد دولت ضد فساد مینگارند و منتشر میکنند. بدانید کسانی که عادت کرده بودند در شرق و غرب کشور با یک تلفن هزاران هکتار زمین این ملت مظلوم را در اختیار بگیرند
و با وامهای 1000 میلیاردی برای خودشان امپراتوری را بندازند، اینها قادرند فقط با 100 میلیارد تومان وارد بازار بشن، یه روز وارد بازار مرغ بشن، یه روز وارد بازار تخم مرغ بشن، یه روز وارد بازار مسکن بشن و به خیال خودشون در مقابل این دولت. من خواهش میکنم آرامش خودتون رو حفظ بکنید. توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد. دانشجوی آزاد و آگاه راه خود را یافته است و با فشار عده‌ای دانشجونما از صحنه خارج نخواهد شد. دانشجوی ما بیدار است و از بیگانه بیزار است. بذارید یک خاطره از شهید سید حسن مدرس براتون بگم. رضاخان دیکتاتور قلدر برای شهید مدرس پیغام داد که آقا پاتو رو دم ما نذار و پاتو از رو دم ما بردار. شهید مدرس پیغام داد که آقا شما لطفاً محدوده دمتون رو مشخص کنید. هستن سراغ مفاسد مالی میری صداشون در میاد، سراغ بانک ها میری صداشون در میاد، سراغ وابستگی های به بیگانه میری صداشون در میاد، سراغ دزدی های میلیاردی میری صداشون در میاد. ما باید بدونیم آخه شما کجای کارید، چه کاره هستید. هر جا با فساد برخورد میشود فریاد شما بلند میشود و فریاد بخش خصوصی و اقتصاد سر میدهید. اما برای اینکه شما بدانید به لطف خدا دولت برآمده از شما تا آخر خواهد ایستاد. در همین 1 سال و 3 ماه علیرغم شرایط بسیار سنگین و منفی که اقتصاد ما با او مواجه بود، در همین 1 سال شاخصهای اقتصادی همان کسانی که در گذشته اندازه می گرفتن همونها دارن اندازه می گیرن. شاخصهای اقتصادی همه رو به جلوست. کسانی بودند به عنوان یک آرمان میخواستند صادرات غیر نفتی را افزایش بدهند. بدانید این دولت وقتی که اقتصاد را تحویل گرفت در طول 1 سال کل صادرات غیر نفتی 7.2 میلیارد دلار بود. 6 ماهه دوم دولت این رو به 10.5 میلیارد دلار رسوند. اضافه می‌کردن 100 تا مصاحبه و کنفرانس و سخنرانی براش برپا می‌کردن. ان شاء الله این دولت تا پایان امسال با کمک صادرکنندگان صادرات غیر نفتی را به 15 میلیارد دلار خواهد رساند. برای اینکه بدانید این صادرات این رو متوجه بشید، حدود 50% واردات ما کالاهای واسطه‌ای است. یعنی باید بره تبدیل به کالای دیگری بشود یا مصرف بشه یا صادر بشه. همواره وقتی 1 میلیارد دلار صادرات اضافه میشد بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار واردات افزایش پیدا میکرد.